مقامات روسیه اعلام کردند که احتمال پس از 10 سپتامبر به اخراج مهاجران آغاز کنند که قانونمندی بود و باش آنها در روسیه معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که به 770,000 مهاجر که 31% زنان و کودکانند وقتی کافی داده بود که حضورشان را قانونی کنند، ولی اکنون مهلت به پایان می رسد. شماره شهروندان تاجیکستان که در این روی خط بودند ابتدا 120,000 نفر اعلان شده بود. در این بین زیاده از 30,000 نفر آنها اخراج شده، شماره افرادی که از فرودگاه بازپس فرستاده شدند معلوم نیست. برخی از مهاجران میگویند به این هم شرایط کار و زندگی در روسیه سخت و درآمد واقعی آنها پست شده است و خودشان پیش از آن که اخراج شوند روسیه را ترک کردند. نفرایی که قانونی هم باشند به هر بهانه پیش آورده مقصد چی میکنند؟ دپارتاسیا میکنند، یگان گپ میگذارد، به یگان سبب هم هر بار مورد همین دوره بشینند. ما دیگه نخواستیم. مقامات روسیه گفتند که نسبت به مهاجرانی که نامشان در روی خط افراد تحت نظارت است و تلاش نکردند قانونمندی استقامتشان را در روسیه تایید کنند، پس از 10 سپتامبر چاره خواهند اندیشید. آنها هشدار دادند که چنین مهاجران را اخراج میکنند. مهاجران میگویند 1 یا 2 سال اخیر فشار بالای مهاجران به حد طاقت ناپذیر افزایش یافته است. حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان در روسیه مهاجرند. تنها سال گذشته به گفته مقامات تاجیک بیش از 30,000 مهاجر را از این کشور اخراج کردند و همچنان فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه ادامه داشته، اکنون آنها راه به کشورهای دیگر را میجویند. هنوز معلوم نیست که پس از 10 سپتامبر چی تعدادی از مهاجران تاجیک از روسیه به وطن رانده خواهند شد.